اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. و چهارم ولیمحص الله الذین آمنوا، تا اینکه خداوند، این همون حکمت دوم هست تقریبا، خالص بگرداند اونهایی را که ایمان آورده از شما، خالص بکند، خالص و مخلص جدا بشه. و یمحق الکافرین، و کافرین را خدا نابود بکنه. هرچی که کافر بیشتر با مسلمانان می جنگد مورد خشم بیشتر خدای تعالی میشه، باعث عذاب بیشتری برایشان میشه. و حکمت ششم اینه که خدا بهشت را نصیبتون بکنه. بالاخره بهشت هم مفت نمیرسه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما میپندارید که وارد بهشت میشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، هنوز خداوند مشخص و معلوم نفرموده، ظاهر نفرموده اونهایی که جهاد میکنند از شما، و هنوز مشخص نکرده اونهایی که صابرین و استقامت کنندگان هستند. اینها را خدا میخواد ظاهر کنه، مشخص کنه. و دیگه اینکه چرا ناراحت هستید؟ ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، قبل از اینکه با اونها برخورد کنید، قبل از اینکه با اونها ملاقات بکنید، شما تمنای مرگ داشتید، آرزوی شهادت داشتید، فقط رأیتمو، الان دیدید مرگ را و اسباب مرگ را، و انتم تنظرون، شما نگاه هم میکردید که چطور مرگ آمد، لذا جای نگرانی نداره. پس اینها حکمت ها هستند و تسلی الهی هست برای مؤمنین. و حال و ما محمد الا رسول، از اینجا سرزنش هست برای مؤمنین. بسیاری از مؤمنین در همین معرکه احد ضعیف شدند، سست شدند، همت را از دست دادند، بالخصوص زمانی که اعلام شد که رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شده و کشته شده. خیلی ها گفتند الان مذاکره بکنیم، تسلیم بشیم، بعضی ها گفتند فرار بکنیم. هر یکی یک تصمیمی در دلش می گرفت. الله تعالی می فرماید که نسبت به رسول الله می فرماید که ایشون رسول خداست و من جمله از رسول گذشته، خیلی رسول بودند گذشتند، ایشون هم از این دنیا میره یک روزی. آیا اگر ایشون به موت طبیعی فوت بکند یا کشته بشه، شما پشت سر برمیگردی؟ شما مگر به خاطر پیغمبر ایمان آوردی یا به خاطر خدا؟ اصل خدا است. ایشون واسطه و رابطه هستند که ما را با خدا آشنا کردند، ولی ما باید دامن دین خدا را هیچ وقت رها نکنیم. و الله تعالی می فرماید که هر نفسی باید موت برش بیاید. انبیا هم می میرند. لذا اگر هدف دنیاست که خب در کنار پیغمبران بودن و غنیمت حاصل که، اما اگر هدف خداست، آخرت از خدا، اجر اون را به انسان میده. انسان به هر صورت باید استقامت بکنه. لذا این آیه تذکری هست که یعنی اگر موت آمد، اگر شهادت آمد، برای پیغمبر خدا آمد، هم شما نباید دست از حمایت دین بکشید، در کنار دین خدا باشید. حکمتی بود که همین آیه بعداً برای بعدها در صحابه این استعداد و آمادگی را ایجاد کرد که تا آخر چه پیغمبر بود چه نبود بر دین خدا استقامت داشته باشند. وقتی که روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفتند، وفات کردند، از اون روز سختری برای صحابه و مسلمانان نبود. هیچ غمی از اون غم بزرگتر نبود و چنان غم بزرگ بود که بعضی اصلا حواسشون را از دست دادند. بعضی ها همینطور یاوه‌گویی میکردن، اصلا
رجزخانی میکردن، نمیدونستن ما چی داریم میگیم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه مثل دیوانه ایستاده بود، شمشیر از نیام کشیده بود و میگفت هر که بگه که محمد فوت کرده من با شمشیر میزنم. نه خیر، رسول الله فوت نکرده، ایشون مثل اون شب معراج به ملاقات خدا رفته بر میگرده. اصلا وفات رسول الله قابل تحمل نبود، تا اینکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آمد همین آیه را خواند. این آیه را که خواند گویا سطل آب بر تمام غمها ریخته شد، تازه چشمشون باز شد. صحابه میگه ما احساس کردیم این آیه داره تازه نازل میشه. لذا حکمتی بود که اینجا این شایع بشه، این وضعیت مسلمانان بشه، بعدا خداوند با این کلمات تذکر بده، برای بعد این آمادگی ایجاد شد. گویا این مرحله تربیتی است، تربیت شدن که ببینید شما در هر حال در کنار دین خدا بمانید، در مسیر توحید بمانید، در مقابل شرک بمانید. پیغمبر خدا بود یا نبود، اصل دین است، اصل خداست. لذا الله می فرماید و ما محمد الا رسول، نیست محمد صلی الله علیه و سلم مگر رسول و فرستاده خدا. قد خلت من قبله الرسل، همانا گذشت قبل از اون رسول دیگری گذشت، رسول دیگری هم آمدن در این دنیا و وفات کردن، رحلت کردن. اف ان مات او قتل، اگر ایشان فوت بکند یا کشته بشه، آیا انقلبتم علی اعقابکم، آیا شما برمیگردید به پشت سرتون، یعنی از دین برمیگردید یا از جهاد برمیگردید؟ و من ینقلب علی عقبیه، هر کسی برگردد به پشت سرش، پشت قدمش، یعنی از دین برگردد طبق یک تفسیر، یا از جهاد برگردد جهاد نکند، فلن یضر الله شیئا، هرگز به خدا ضرر نمیرساند هیچ چیزی. ضررش به کی میرسه؟ به خودش میرسه. و سیجزی الله الشاکرین، ان قریب الله پاداش نیک میده به شاکرین. کسانی که بندگان شاکر و سپاسگزار باشند، الله عزوجل به اونها پاداش نیک عطا میفرماید. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. و الله عزوجل میفرماید موت به دست من است، تا زمانی که الله نخواهد موت نمیاد. و ما کان لنفس، نیست برای هیچ نفسی، یعنی از جهاد نترسید، مرگ در جهاد نیست، مرگ به دست خداست. نیست برای هیچ نفسی ان تموت، این که بمیرد، چه طبعا چه قتلا، بنویسید طبعا یا قتلا، چه به صورت طبیعی چه کشته بشه. هیچ نفسی نمیمیرد الا باذن الله، مگر به اذن الهی. کتاب مؤجلا، یک نوشته معینی است، مشخصی است که کی خدا میراند او را، کی میکشد، کی موتش میده، مشخصه. لذا حالا نیاتتون را درست کنید. نیتتون اگر دنیا باشه به شما میرسه، اگر آخرت باشه هم میرسه. و من یرید ثواب الدنیا نؤته منها، هر کسی اراده پاداش دنیا را داشته باشه ما بهش میدیم. و من یرید ثواب الاخره، هر کسی اراده نتیجه آخرت و پاداش آخرت را داشته باشه هم نؤته منها، از اون آخرت بهش میدیم. اما اون بندگان شاکر و سپاسگزار را جزای نیک میدهیم. و سنجزی الشاکرین، ان قریب ما جزای نیک میدهیم به بندگان شکرگزار و سپاسگزار. خداوند عزوجل مجدد موضوع جهاد را میفرماید، مطرح میفرماید. الله میفرماید که بسیاری از انبیا بودند که در کنار اونها بندگان ربانی و با خدای زیادی جنگیدند. اونا سست نشدند، اونا ضعیف نشدند، اونا شکست نخوردند، در مقابل دشمن کم نیاوردند. شما هم نیاورید، شما هم سست نشید. از اینجا معلوم میشه که جهاد، همونطوری که دیروز عرض کردم، جهاد در ادیان همه انبیا بوده. جهاد در دین
سیدنا موسی بوده، سیدنا عیسی بوده، سیدنا ابراهیم بوده، در ادیان همه انبیا بوده الا ماشاء الله. موقعیت جهاد و شرایط جهاد هر وقتی که فراهم بوده جهاد بوده. اگر شرایط نبوده، مثلا در 13 سال مکه شرایط فراهم نبود، خب جهاد هم نبود. حضرت لوط جهاد نکرد، شرایط فراهم نبود. برای جهاد 2 شرط هست، قبلا خدمت شما عرض کردم، یکی اجتماعیت، یکی امارت، امیری باشد و یکی مرکزی داشته باشند که با هم جمع بشند و بالاخره برنامه ریزی بکنند. پس خیلی از انبیا بودند که جهاد کنند و جهاد قبلا هم خدمت شما عرض کردم، جهاد از نظر عقلی هر عقل سلیمی تایید میکنه، نه تنها مسلمان، هر عقل سلیم. چرا؟ چون که جهاد برای چی هست؟ برای اقامه عدالت و دفع ظلم، برای اینه که هیچ که زورگو نباشد، هیچ کسی عدالت را زیر پا نگذارد، حق مظلوم پایمال نشه. لذا اصل جهاد برای این هست. الله می فرماید و کأی من نبی، چقدر از انبیا بودن که قاتل معه، جنگیده همراه با اونها، یعنی در کنار اونها، ربیون کثیر، مردمان با خدای بسیار زیادی. البته ربیون 2 معنا داره، بعضی گفتن این جمع ربی هست یعنی ربانیون، منصوب به رب هست، تفسیر مدارک همینه گفته. بعضی گفتن نه، ربی جماعت کثیره را میگویند و الربیون الالوف الکثیره. وقال ابان بن تغلب الربی 10,000، 10,000 نفر، 10,000 نفر یا هزاران نفر. لذا ربی بعضی گفتن جمع زیاد، ربیون کثیر یعنی جمعیت بسیار زیادی جنگیده. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، سست نشدن برای آنچه که به اونها رسید در راه الله. و ما ضعفوا یعنی ضعیف نشدن، ما فتروا عن الجهاد. و ما استکانوا، و در مقابل دشمن فروتنی نکردن. مستکانو یعنی ما خضعوا لعدوهم، در مقابل دشمن چی؟ فروتنی نکردن. والله يحب الصابرین، خداوند چنین صابرین را دوست دارد، کسانی که استقامت میکنند. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا. الله میفرماید سخن اونها این نبود مگر این که میگفتن ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وقتی که در مقابل دشمن قرار گرفتن از خدا کمک خواستن، بار الها ببخش گناهان ما را، و اسرافنا فی امرنا، و اسراف ما را در امر ما، و ثبت اقدامنا، و ما را ثابت قدم بگردان، و انصرنا علی القوم الكافرین، و ما را یاری بده بر قوم کافر. الله می فرماید فآتاهم الله ثواب الدنیا، وقتی که این مؤمنین مخلصین برای خدا جنگیدند و مناجات کردند و از خدا کمک خواستند، خداوند به اونها داد ثواب دنیا را، یعنی نتیجه مطلوب در دنیا را، و حسن ثواب الاخره، و نتیجه خوب یعنی از ثواب آخرت. والله يحب المحسنین، خداوند مخلصین را دوست دارد.